شاید رویایی بیش نبوده. وقتی محمد از کوه برمیگشته به وضوح جبرئیل رو میبینه، به شکل یک مرد که بر روی افق ایستاده بوده. هر جا رو نگاه میکنه، سرشو به هر طرف برمیگردونه، جبرئیل رو میبینه و جبرئیل مجددا بهش میگه من جبرئیل هستم و تو ای محمد رسول خدا هستی. این موضوع رو به کیا گفته؟ به همسرش خدیجه و فرزند تو علی. و تو شاید رویایی بیش نبوده. وقتی محمد از کوه برمیگشته به وضوح جبرئیل رو میبینه، به شکل یک مرد که بر روی افق ایستاده بود. هر جا رو نگاه میکنه، سرشو به هر طرف برمیگردونه، جبرئیل رو میبینه و جبرئیل مجددا بهش میگه من جبرئیل هستم و تو ای محمد رسول خدا هستی. این موضوع رو به کیا گفته؟ به همسرش خدیجه و علی و دوستش ابوبکر. و تو؟ من پسر خواندش هستم. ولی یک چیز کم داره. چطور یه زنگ بذاریم برای خبر کردن مردم؟ مسیحی ها از زنگ استفاده میکنن. بوق چطوره؟ مثل کلیمیه. طبل. ولی طبل خیلی خون داره، اون معنویتو نداره. چرا صدای انسان نباشه؟ همونطور که علی اولین مرتبه در کعبه اذان گفت. رسول الله دستور بدن. ولی یک چیز کم داره. چطور یه زنگ بذاریم برای خبر کردن مردم؟ مسیحی ها از زنگ استفاده میکنن. بوق چطوره؟ مثل کلیمیه. طبل. ولی طبل خیلی خون داره، اون معنویتو نداره. چرا صدای انسان نباشه؟ همونطور که عمر ابن خطاب پیشنهاد دادن. رسول الله دستور بدن. دوستان من گوش کنید، خبری از مکه دارم. هر چی که در مکه داشتید به یغما برده شد. دوستها، دکان اصحاب پیغمبر و خانه پیغمبر فروخته شده و ظرف و لباسهایی که داشتیم، هر چی که شما داشتین در بازار به فروش رفته. دوستان من گوش کنید، خبری از مکه دارم. هر چی که در مکه داشتید به یغما برده شد. همه اموال ابوبکر و پیغمبر حراج شده و ظرف ها و لباس هایی که داشتین فروخته شده، مغازه ها و زمیناتون مصادره شده. حالا شما مردمان بیچیزی هستین. نمیخواین برای آنچه داشتین بجنگین؟ کی از جنگ حرف میزنه؟ مگر راه دیگه هم هست حمزه؟ هر وقت رسول الله بگه بجنگید ما میجنگیم. حالا میگه صلح. دقیقاً شما مردان صلحجویی هستین و بسیار بردبار و شکیبا. چو بیرون رواد فرشته در آید. بر آن نماز بخوانند و رکوع و سجود کنند. و بگو حق آمد و باطل نابود شد. یقینا باطل نابود شدنی است. قافله حجاج از مکه حرکت کرد. نزدیک جفه به قدیر قم رسیدند. در اینجا پیامبر اکرم خطبه ای ایراد کردند. آغاز آن حمد خدا و بیان صفات کمال و قدرت باری تعالی و سپس خطاب به جمعیت فرمودند آگاه باشید که علی بن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من و امام است بعد از من. در آخرین حج
پیامبر زمزمه های وداعش احساس می شود. ابوبکر رفیق غارش به گریه می افتد و صحابه وداع رسول الله را احساس می کنند. رسول الله پس از حمد و ثنا و بیان صفات و کمال باری تعالی بیان فرمودند: آخرین آیات قرآن را برایتان می‌خوانم و بدانید که این سخنان من نیست، بلکه این سخنان خداوند واحد و یکتاست. الله سبحان می‌فرماید: امروز من احکام دین را بر شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برایتان پسندیدم. در 8 ژوئن سال 632 در سن 63 سالگی محمد رسول الله خاتم پیامبران و اشرف مخلوقات وفات می‌یابد. به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هراکلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید. از یک پیغمبر جدید در عربستان صحبت میکنه. ببینم یحیی تعمید دهنده هم که از بیابان سر در آورد و آمد پیش شاه هرود تا از رستگاری صحبت کنه همینطوری بود؟ کیست فرمانروای بزرگ مصر؟ خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شوی. تو از بیابان برهوت با تعفن شتر و باز آمدی اینجا تا به شاه ایران راه رستگاری را نشان بدی؟ محمد فرستاده خدا؟
کی این اختیار رو به او داده؟ خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد. دانشمندان و محققین تاریخ اسلام، دانشگاه الازهر در قاهره، انجمن شیعیان لبنان درستی و واقع‌گرایی این فیلم را تایید نمودند. سازندگان این فیلم بنا به موازین اسلامی که بر طبق آن تصویرسازی از پیامبر مغایر با معنویت پیام اوست توجه نمودند. بنابراین هیچ گونه تصویر و صدا از نبی اکرم در طول اجرای فیلم نمایش داده نمی شود. شش قرن پس از عیسی علیه السلام، هنگامی که اروپا در قرون وسطی غوطه‌ور بود و امپراتوری های کهن در هر گوشه رو به زوال، محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عربستان در شهر مکه چشم به جهان گشود. در آن زمان مکه شهری غنی بود که زیر سلطه بازرگانان قرار داشت. بازرگانانی که با سوء استفاده از خرافات و انحرافات فکری مردم ثروتی به هم زده بودند. مردم با انحراف از آیین توحیدی ابراهیم خلیل علیه السلام و به بهانه بی آبرو بودن در نزد الله به واسطه تراشی رو آورده و صالحان قوم خود و شخصیت آنان را به صورت نمادین و در شکل مجسمه واسطه میان خود و الله قرار می دادند. همه ساله شیوخ صحرا نمادهای عبادی خود را در گرد همایی بزرگ به مکه می آوردند تا بر رونق تجارت دینی خود و سوء استفاده از افکار منحرف مردم بیفزایند. کافی نیست. چطور؟ من چند برابر بدهیم را پرداخت کردم. 5 سال است که دارم پرداخت میکنم. چرا نمیفهمی؟ ربا چند برابر میشه. چند برابر. اون بچه خودته. آری، ولی من او را احتیاج دارم. در زمینی کشاورزی کمک کنم. اولاغ که نصف بدهیدم جبران نمیکنه. اونو برده بده به من. پسرم؟ رسیدگی به حساب امروز تمام شد و مگه؟ ولی امسال خدایان همه طلا هستن و وقتی نزولات و پیش هم بگذاریم تو جای خوبی بینشون داریم و بت‌های بیشتری برای کعبه خواهید داشت. یک کاروان از شام. قطعا خیلی تند آمدن و باید تشنه باشن. 5 نفر دیگر را بفرست سر چای شمالی. چند تا بود من باید براشون سر ببرم؟ 7 تا؟ 100 تا سر ببر. مکه باید همیشه به خاطر مهمان نوازی زبان زد باشد. 10 تا هم بره برای بزرگانشون.
نان و آب شعرا در خانه بزرگان حکام یافت می شود و آنجا مکانی است که هر شب شعر و شاعری و شراب به مجلس کشیده می شود و نان و من قسم میخورم نان آنجا از آب هم نازکتر است. راه رو باز کنید، راه رو باز کنید. شماها به خاطر ابو سفیان شعر رو دوست دارید، حامی هنرمندان و ثروتمند، هنردوست و هنرپرور. وقتی ابو سفیان شاعری رو دعوت میکنه، شادی قومشه و عشق خیشه. هر جا که شراب و عشق باشد، شادی و شب فضای مجلس باشد، شاعر به فنون شعر پر باشد، گر ابو سفیان میزبان آن شاعر باشد. از کرم ابریشم چینی بانوی من نوازشگر جسم انسانه و همانطور که میبینید واقعا قشنگم هست، مجذوب کننده چشمانه. بله 7 قد 20 دینار برای همسر ابو سفیان، 15 تا. برویم. خوبه واسطه های ما هم هزینه هایی دارند که باید بدهیم، نگهداری دارند. مرد کیست که اونجا ایستاده؟ نگاهش وجودمو میسوزانه. منو از اینجا دور کنید. چرا باید محمد به اینجا بیاد؟ چرا مانعش نمیشی؟ اون برادرزاده توه. شاید عوض بشه. عوض بشه؟ اون الان 40 سالشه. این خیلی غیر عادیه. با اون زن ثروتمندش میتونه بره به بهترین نقطه مکه، ولی ترجیح میده بره توی غار بلرزه. این واقعا غیر عادیه. محمد هنوز خشم عزا نگهبان ثروت‌های ما را ندیده. منات واسطه خوشبختی ما، لات واسطه حفظ منافع قبیله من و هوبل محافظ کاروانها و پیشبینی کننده تقدیر ما را ندیده. برانگیختن خشم خدایان، اونم زیر گوششون خطرناکه. غیر منطقی، سرکشه، اون یه کافره. بله، خوف دارم محمد به خودش صدمه برسونه. همیشه بعد از نمایش بزرگ دلتنگ میشم از اینکه ممکنه دیگه بعدیشو نبینم. ابو طالب هزار نفست جا بیار. محمد از غار حرا برگشته؟ 3 روزه که رفته بالای کوه. نه ما که ندیدیمش. خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه. پس هنوز اون بالاست. 3 روز. وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن. اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هنوزم داره زیر جامش میلرزه، ولی حرف زدی. زید، بالای اون کوه چه بلایی سر برادرزادم اومده؟ در غار تنها بودی. ناگهان فرشته‌ای به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجدداً امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داده انسان را آنچه نمیدانست. بخوان. کی میدونه که اون جبرئیل بوده؟ شاید رویایی بیش نبوده. وقتی محمد از کوه برمیگشته به وضوح جبرئیل رو میبینه، به شکل یک مرد که بر روی افق ایستاده بود. هر جا رو نگاه میکنه، سرشو به هر طرف برمیگردونه جبرئیل رو میبینه و جبرئیل مجدداً بهش میگه من جبرئیل هستم و تو ای محمد رسول خدا هستی. این موضوع رو به کیا گفته؟ به همسرش خدیجه و علی و دوستش ابوبکر. و تو؟ من پسر خاندش هستم. مواظب باش با کی حرف میزنی. بهش بگو عموش که او را از کودکی بزرگ کرده باز هم حامی و پشتیبانش خواهد بود. به هر حال روایته که خدای موسی از میان درخت زیتون با او حرف زده. اگه تو نخواهی جلوی محمد رو بگیری ما میگیریم. بین شهر تفرقه و نفاق میندازه، خانه به خانه در ستیزند، بین نسل‌های ما اختلاف میندازه، فرزند علیه والدین. جوانها به حرفاش گوش میدن، جوانترها رو جذب میکنه. ما عرب هستیم، از پدرانمان اطاعت میکنیم. اجازه نمیدهیم فرزندانمان معلم ما باشند. چطور میتونیم بپذیریم مردی که تا دیروز در کوچه ها میدیدیمش امروز پیامبر خدا شده؟ اون میگه پروردگاری که خالق انسان است قادرم هست که پس از مرگ او را زنده کند. اون میگه ممکنه خداوند از ما رو بگردونه و الطافش رو متوجه شهر دیگری بکنه. بهش بگو ما بهش اعتبار و قدرت میدیم، مقام میدیم و کلیدهای کعبه رو و پول هر چقدر که بخواد. به او بگو هر چه که بخواد بهش میدیم. محمد به خودت رحم کن و به من. تو که نمیخوای پیرمردی رو بیشتر از اون چه که تحمل داره ناراحت بکنی. تو در آغوش من بزرگ شدی، حالا نمیتونم شاهد ناراحتیت باشم. اگر پیشنهادشون رو قبول نکنی قطعا اذیتت میکنن.
این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم. بعد از مردن من هر کاری میخوای بکن، ولی مادامی که من زنده هستم باید مطیع من باشی. چرا باعث ناراحتی پدرت میشوی؟ اگر روز میگساری بکنم و هر شب قماربازی بکنم، خواهید گفت کارم درسته. اونطوری بیشتر برادرم خواهی بود تا حالا. شما همه فرزندان من هستین. هرچی خواستید بهتون دادم، ولی ظاهراً پیداست کافی نبوده. محمد چیز بهتری به من داده. برای تمام دنیا چیز بهتری داده. اینجا بیرونش کنید پدر. به خاطر ولید یا من نیست، به خاطر پدرمونه. تو خیلی اونو رنجوندی. صبر کن حذیفه، صبر کن. چطور میتونن بگن که همش ساختگیه؟ هیچ تازگی نداره، وحی خداست. در مکه تازگی داره. معذالک خداوند تمام این چیزا رو گفته. به نوح، موسی، عیسی. ولی مردم اگرچه به خدا ایمان دارن اما به دنبال واسطه میگردن و سخن پیامبران رو به فراموشی سپردن. پروردگار حالا دوباره به محمد گفته و باز هم به او خواهد گفت. کیه؟ جعفره. چی با خودت آوردی؟ آیات بیشمار خداوند. بسم الله. به نام خداوند بخشنده مهربان. آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند و آنگاه که کوهها از جا کنده شوند، آنگاه که شتران با ارزش بی‌ساربان شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند و آنگاه که دریاها برافروخته گردند و آنگاه که جانها پیوند شوند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند، آنگاه که نامه‌های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردد، آنگاه است که هر نفسی میداند که چه کار کرده است. آیا تو حضور داشتی جعفر وقتی این آیات به محمد نازل شد؟ داره اذان میشه. عمار، اول تو، بعد تو جعفر. مادر تمام شب از زور نگرانی خوابش نبود. منو ببخشید پدر. کجا بودی؟ بازم رفته بودی پیش محمد؟ حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اونو ببخش، تقصیر من بود، کار من بود. اون خداییه که در تمام زندگیمون بهش ولی متوسل میشدیم. افتاد. حتی نتونست از خودش محافظت کنه. دیگه به چه حرفایی گوش دادی؟ خدای واقعی را در این دنیا نمیتوان دید و از گل هم درست نشده. عمار، بت‌ها واسطه های ما هستن پسرم. خیلی برات نگرانم. تو به حرف آدمایی گوش میدی که باعث ناراحتیت میشن. به سخنان رسول خدا گوش میدم. درسته که محمد راستگو و بخشنده است و هر چه داره با مردم تقسیم میکنه. نمیشه از پهلوی کسی رد بشه و لبخند نزنه، ولی داره افکار خطرناک شایع میده. افکار خطرناک؟ این که کسی نباید از گرسنگی بمیره و حاجاتمان را بدون واسطه از الله بخواهیم، قدرتمندان نباید به ضعیفان ظلم کنند، این گفته ها خطرناکند. دخترها را نباید مجبور به ازدواج کرد و باید آنها را در قبول زوج آزاد گذاشت. همین امشب بود که گفت دست از زنده به گور کردن نوزادان دختر بردارید. من خوش اقبال بودم، خدا را شکر که مادرت را زنده به گور نکرد. بله، ولی میدونی که چیزی نمونده بود من و تو هیچ وقت دیگه همدیگه رو نبینیم و اون وقت تو متولد نمی شدی. قرار بود منم مثل دو خواهرم زنده به گور بشم، ولی پدرم نتونست این کارو بکنه. نتونست سومین دخترشم دفن کنه. وقتی دختر دومش رو دفن می کرد، همون موقع که داشت شن روی بدنش می ریخت، بچه انگشت پدرم رو می گیره، کاری که اغلب بچه ها می کنن. این حادثه رو بعدها برای مادرم تعریف می کنه. میگه که چند لحظه طول می کشه تا بچه انگشتش رو رها کنه و اون فرصت پیدا می کنه که دستش رو عقب بکشه. وقتی من به دنیا میام، پدرم از خونه میاد بیرون و فریاد میکشه که دیگه نمیتونه این کارو بکنه، که دیگه هرگز نمیتونه این کارو بکنه. سمیه، ولی این یه سنته. اشتباهه. این خرافاته. این چنین خدایانی نباشن بهتره. مادر، من قول دادم امشب به خانه محمد برم، اونجا عبادت میکنیم. بله، اون مرد خوبیه. بله، برو پسرم، برو. دو نفر اونو تعقیب میکنن. بخوان. محمد نه خواندن بلده و نه نوشتن. نه، ولی میتونه حرف بزنه. تو چی گفتی؟ میتونه حرف بزنه؟ خب تو هم میتونی، پس حالا حرف بزن جوان. محمد چی برای گفتن داره؟ گفته هاش کلمات خداست، نه خودش. کدوم خدا؟ کدوم کلمات؟ خدایی که حرف میزنه. محمد شما فقط با خودش حرف میزنه. وقتی آیه‌ای به محمد نازل میشه تمام کلمات یادش میمونه، بعد به کسایی که نوشتن بلدن میگه. این قرآن است. محمد از فشار گرسنگی خیالاتی شده، با چشمای بسته خودش رو زیر گلی مخفی میکنه. چشماش بسته است ولی قلبش گشوده است. غلام، به خاطر حاضر جوابی بزنش. این کار فایده ای نداره. آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق همین واسطه ها سپری میشه؟ ما که این بزها را نمی پرستیم، بلکه واسطه که تقرب ما به خدا هستن. هر سال قبایل عرب میان مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن و انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا. اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم و هم در روی ما. پس تکلیف مکه چی میشه؟ این واسطه ها هم معبود ما هستن و هم منبع درآمد و شرف ما. عزت و شرف در توحید است. ای جوان،
تو نزدیک شلاق هستی، نمی ترسی؟ اما عاقل باش پسر جان. محمد به شما مخته، ارزش یک برده با صاحبش برابرم. یعنی بلال سیاه پوست که بابتش پول دادم با خود من برابره؟ بله. پیامبر میگه در پیشگاه خداوند تمام انسانها به مانند دندانه های شانه یکسانند. خب این حرف برای برده ها و گداها مقبوله. ادعای اونا رو بالا میبره. بلال، به این مرد بیاموز چه تفاوتی هست بین بزرگ مکه و یک مرده. اون شلاقو بگیر، بزن تو صورتش تا درسی باشه برای دهانش. شلاق بزن. شلاق بزن. زخمیش کن. شلاق بزن. بزن برادر. اطاعت کن و الا میکشنت. ببین چه آشوبی به پا کردن. آشوب به برده های ما هم سرایت کرده. اگر انقدر انسان هستی که ایمان داشته باشی یادت باشه که بهترین واسطه ها بت‌های اربابت هستن. وقتی تو را خریدم بلال، انسانیت تو را خریدم. اون چنان سر به راحت بکنم الله حالا کی قوی تره؟ اربابت یا این خدای یگانه تو؟ اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله. یه تخت سنگ بیاریم. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد لا اله الا الله. بهش کن. محمدا رسول الله. اشهد ان خوردش کن. کارت با اون برده تموم شد؟ قسم میخورم این برده داشت موعظه میکرد. یا اومگه ابوبکر حاضر بابت این برده 100 دینار بپردازید. دست نگه دارید. فروختن یه برده در موقع تربیت کردنش برخلاف موازین اجتماعی ماست. این پیشنهاد برای جناب اومگه است. 200 دینار. اگر قیمت برده ها بالا بره مجبور میشیم سال آینده خودمونو بشوریم. ببرش. دیگه به درد من نمیخوره. یا بکشش یا ببرش. من دیگه لازمش ندارم. ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلامو با همه معرفی کنین. درها رو باز کنین تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات الى النور. الله اكبر الله.
محمد و شورشیان که میگند مسلمانند دارن میان تا مذهب ما رو لکه‌دار کنند. نگذارید با کعبه برسن، دورشون کنید، از مقدسات خود دفاع کنید. محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الان وقتشه که به شدت سرکوب بشن. فقط 30 نفرن. نه، تا همین حد کافیه. اگر ادامه بدیم مردم با اونا همدردی میکنن. برید کنار. به نام خداوند بخشنده مهربان بگو ای کسانی که ایمان نیاورده اید نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و نه شما می پرستید آنچه را که من می پرستم. از رسول الله محافظت کنید، از نگهبانان دورش کنید، برگردید اون گوشه. خیلی شجاعی. اون شجاعترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح. محمد یه دروغگوه. دروغگو؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنه. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو محمد یه متقلبه. بلند شو. پلیس منو بزنه که جرأت داری. من به دین برادرزادم در اومدم و همونی رو میگم که اون میگه. هر کسی که جرأت جنگیدن داره بیاد با من بجنگه.
یا رسول الله، وقتی شبها برای شکار به صحرا میرم ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم. کی فکرشو میکرد که حمزه؟ هیچ کس، اونم حمزه، با اون گردن کلفتی و شکار شیر رفتنش به محمد ملحق شه. هرچه بیشتر بهش گورش میبریم بیشتر مردم بهش گرویده میشن. محمد این کلمات از کجا میاره؟ من نمیدونم. چطور میشه یه مرد بی سواد بره بالای کوه و بعد از 3 روز یه شاعر تمام عیار بشه؟ ای کاش فقط شاعر بود. صحبت از خدا میکنه. چطور میتونیم با کسی بجنگیم که از درک قدرتش عاجزیم؟ محمد وعده بهشت میده، باغات در آسمان، بنابراین معلومه مردم با اشتیاق به طرفش میرن. پس باید کاری کنیم که مردم اشتیاقی به شنیدن حرفاش نشان ندن. بنابراین ما از ضعفا شروع میکنیم. نوبت توه، بگیریدش. لا اله الا الله. وای خدایا رحم کن. بکشیدش. ای خدا! أشهد أن محمدا چرا به مقدسات پشت کردی؟ بگو. بگو هوبل حاجتمو برآورده میکنه. بگو هوبل خدای توه. اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله. بیاید بیرون.
پدر تو و مادر تو اولین شهدای راه اسلام هستن. جای اونا در بهشته. تا کی میخواین این رنج رو تحمل کنید؟ پیغمبر فرموده باید از مکه هجرت کنیم. اگر بمونید همه شما رو میکشم، دونه بدونه. به فرموده پیغمبر در حبشه یک پادشاه نصره حکومت میکنه. در کشورش به کسی ظلم نمیشه. باید همین حالا برید. امروز. خدا را شکر بهتر راه بیافتیم. ردشون رو پیدا کردیم، دنبالشون رفتیم، ولی ناپدید شدن. اونا اونجا بودن توی صحرا و لاشخوران بالای سرشون و تو گذاشتی فرار بکنن. فرار؟ غیبشون زد. محمد مانده، فقط ضعیفاشون رفتن. ضعیف یا قوی، اونا هم نام ما رو لکه‌دار میکنن. ما بازرگانان شریفی هستیم و به درستی داد و ستد میکنیم، رسوایی رو تحمل نمیکنیم. حبشه. امر، تو از دوستان نجاشی پادشاه حبشه ای. بله. میتونی از دوستید استفاده بکنی؟
فکر میکنم بتونم برشون گردونم. برو حبشه. بلند شو امر. چیزی وجود نداره که از ما بخوای و برات فراهم نسازیم. ای سلطان ماها، من نمیدونم از کجا شروع کنم. تو دوست ما هستی. از هر جا میخوای شروع کن. عده‌ای از برده های ما فرار کرده و به کشور شما پناهنده شدن. برده ها بر میگردن، همونطوری که اگه برده ای از ما پیش شما بیاد برش میگردیم. البته در بینشان افراد آزادم هستن. اینها یاغی هستند. یاغی؟ اگر در عربستان اوضاع شلوغ است چرا من اطلاع ندارم؟ اینها یاغیان مذهبی هستند. تمام مذاهب در ابتدای کار به نحوی یاغی بودند. جسم برده ها مربوط به دنیاست و در اختیار ما. ولی همانطور که عیسی مسیح چوپان ماست، روح انسان ها آزادند و میتوانند از پیامبران کار. اینها عرب هایی هستند که به مذهب پدران خود خیانت ورزیدن. دنبال دیوانه‌ای میرن که معتقدند پیامبره. ولی من نمیتوانم بدون شنیدن حرفاشون روحشون رو به زنجیر بکشم. خوبه، تعظیم نمی کنن و دارشون میزنه. شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنید؟ پیامبر یک انسان است. ما فقط در مقابل خداوند زانو میزنیم. معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیامبر بود معجزه هاشو بهمون نشون میداد. بله کاملا درسته. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه میدهد تا آنها را بشناسیم. معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است. یک کتاب که یک عامی بی سواد نوشته و به خدا نسبت میدهد. فکر میکنم امپراتور به اندازه کافی شنیدن. من میدانم که خداوند زبانهایی از آتش بر سر حواریون مسیح نازل داشت تا قادر باشند به زبانهای گوناگون جهان که قبلا نمیدانستند صحبت بکنند. ولی آیا در این عصر هم چنین معجزاتی می شود؟ حرفایتان را زدید ولی من قانع نشدم. وقتی در مکه ما را آزار می کردن پیامبر به ما گفت بروید به حبشه چون پادشاه دادگسترش به کسی ظلم و ستم نمی کند. آزار می نمند مجازات عادلانه بوده، بی‌نظمی و بی‌ادبی شد. پیغمبرتان شما را پیش من فرستاد چون شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید. ما را فرستاد چون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد از حرف زدن با اونا به جایی نخواهیم رسید. ولی حالا به نکته اشاره کردم که موظفم به حرفشون گوش بدم. ادامه بدیم. سالیان دراز به اقتضای زمان جاهلیت مجسمه های صالحان را می پرستیدیم. به این مجسمه ها متوسل می شدیم. در خرافات و اوهام زندگی می کردیم. قوانین ما زور بود و ظلم که برای حراست از خود ساخته بودیم. اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتادش را میگیره به زعم این صفاکان بیرحم موجب به هم ریختن نظم اجتماعی محسوب میشه. در چنین وضع پلیدی مردی زور کرد، مبعوث خداوند. ما به او ایمان آوردیم. زیاده روی میکنید. تقاضا میکنم مراقب کلامتان باشید. هرچه میگویم از پیامبر خداست. پیامبر به ما میآموزد
مستقیما از الله کمک بخواهیم، راستگو باشیم، همسایگانمان را چون خودمان دوست بداریم، احسان بکنیم. حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است. از سوء استفاده از زنها جلوگیری کنیم، یتیمها را نوازش کنیم و از واسطه های سنگی و چوبی روی برگردانیم. من نمیتونم همینجا بایستم و به این کفگویی گوش کنم. خدایان ما سمبل انسانهای صالح هستند. خطاب سنگ و چوب به خدایان ما نشانه نشناختن آنهاست. اینها موجب تقرب ما به خدای یکتا هستند. ما این مجسمه ها را نمیپرستیم بلکه به آنها متوسل میشویم. قبول دارم که گاهی بت پرستی درست و کامل درک نمیشه. متشکرم. حالا اجازه بدید برگردیم به مسئله زن. خداوند زن را آفرید تا همدم مناسب مرد باشد. متفاوت هست ولی مساوی. مساوی؟ ما زن را میخریم، بهش غذا میدیم، لباس میدیم، ازش استفاده میکنیم و هر وقت خواستیم ردش میکنیم. زنها با ما مساوی هستند. خداوند انسان را از یک نر و از یک ماده میآفریند. ای امر، در میان زنان باید به رحمی که از او متولد شدی احترام بگذاریم. چرا 300 خدای شما زبان بسته هستند در حالی که خدای یگانه این مرد اینقدر بلیغ سخن میگه؟ خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح. حالا چرا باید تعجب کنیم که این بار از طریق محمد پیام فرستاده؟ این نام ها رو کی یادت داده؟ این نام ها در قرآن هست. من محمد رو از وقتی یتیم بود و چوپانی میکرد میشناسم. و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی میگوید و آنچه محمد شما میگوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ. اینها به شما دروغ میگن. اینها عیسی را قبول ندارن. میگن شما 3 خدا را میپرستید، پدر، پسر و روح القدس. اینها میگن. شما درباره عیسی چی میگین؟ میگن خدا نمیتونه پسر داشته باشه. میگن عیسی پسر خدا نیست. از عیسی برام حرف بزن. ما همون چیزی را از عیسی میدانیم که پیامبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکری به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده تا بنده خدا باشه. بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا. معجزه شما، قرآن شما راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟ میخواهید عیناً نقل کنم؟ بیا نزدیکتر. به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را، آن دم که از خانوادهش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه برد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد. تفاوت بین ما و شما فاصله به باریکی همین خط است. در برابر کوهی از طلا همانها را تسلیم شما نخواهم کرد. بروید در آرامش کامل در حبشه زندگی کنید برای هر مدت که بخواهید و هر وقت برگشتید لطف خداوند همراه شما باشد. غیر قابل تحمله. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب،
ما هم از او یک خارجی میسازیم. ابو طالب از او حمایت میکنه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده رو بیرون میکنیم. در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج میکنیم. اونها رو از خودمون دور میکنیم و این رو در یک عهدنامه مینویسیم و در کعبه میذاریم. هیچ بازرگانی با آنها معامله نمی کند. زمینی برایشان نمی ماند. خانه هایشان خراب می گردد. هیچ نانوایی بهشان نان نمی فروشد و هیچ زنی به عقدشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکشند. روزها از پی یکدیگر می‌گذشتند و محمد و قومش بر این مصیبت صبر می‌کردند. سومین سال فرا رسید. تحمل 3 سال گرسنگی، تشنگی و بیرحمی‌ها را در شعب ابی طالب تحمل نمودند و آماده می‌شدند برای یک نهضت جهانی برای دوران سازندگی. خدیجه مادر مؤمنان وفات می‌یابد. آنقدر رنج و عذاب می‌بینند که این سال را عام الحزن، سال اندوه می‌نامند. هشام، زهیر، شمشیرتون برای چیست؟ میخوایم قرارداد رو باطل کنیم. این ننگ را بیارش پایین اون نوشته را. هیچ کدومتون حق ندارین این کار رو بکنین. اجازه این کار رو ندارین. از عاقبت کارتون بترسین. بهتر از این است که از گرسنگی در سینه کوه تلف شویم. پایین این قرارداد را همه بزرگان امضا کردند و به آن پایبندند. نمیذارم به آن دست بزنید. برگردید از همان جایی که آمده اید. برویم. هذا أمر دبر بليل. شماها باز هم به دنبال معجزه اید؟ معجزه توسط کوچکترین مخلوق خداوند موریانه اتفاق افتاده. این اتفاق برای شما بزرگان مکه باعث خجالته. نابود بادون بزرگیتان و نابود بادون غرورتان. فقط اینا ازش مونده. قدرتتون، اون غرورتون و هر اونچه که بهش مینازید در مقابل قدرت الله پوچ و بیارزشه. این قراردادتونه قریش. ازش فقط یک کلمه باقی مونده، به نام الله، که راست گفت خداوند بلند مرتبه که به سراغ اعمالی که آنان انجام دادند می رویم، سپس آن را چون غبار برباد می دهیم. بزرگان مکه، راه فراری نیست. زمانه و روزگار بالاخره بر علیهتان خواهد بود. رسول الله فقط یک کلمه از شما خواست، ایمان به خدای یگانه. اگر مشکل فقط یک کلمه بود ما حاضر بودیم 10 کلمه به او بگوییم، ولی همین یک کلمه او یعنی پشت پا زدن به تمام مقدساتمون. شما حتی از شنیدنشم وحشت دارید. با مرگ ابو طالب پیامبر بزرگترین حامی خودش را از دست داد.
دیگر در مکه در امان نبود و همراه پسرخوانده‌اش زید به شهر طائف بر فراز تپه ها عزیمت کرد. خواست که بگذارند وارد شهر شود و اجازه دهند سخن گوید، ولی بزرگ طائف کودکان را وادار نمود تا او را سنگ زنند تا به بیابان برگردد. چه میکنید؟ نزنید، بس کنید، بس کنید، به اون کاری نداشته باشید. مردم از خدا بترسید، بچه ها رو دور کنید. خداوند دعای پیامبرش را قبول می کند و وضع به طرز معجزه آسایی تغییر می یابد. نمایندگانی که از سوی اوس و خزرج از یثرب برای حج به مکه آمده بودند از غفلت قریش استفاده کردند و شبانگاه او را در نزدیکی صخره‌های عقبه ملاقات کردند. خواستند تا پیش آنها رود، میانجی اختلافات مداوم و جنگ‌های داخلی آنها گردد. پیامبر پذیرفت با این شرط که عهد نمایند اسلام را بپذیرند. صبر کنید. اگر چنین عهدی بکنیم خودمون رو از بقیه عربستان جدا میکنیم. بنابراین صبر کنید. این عهد جنگ به همراه داره. برادران ما دشمنان ما میشن. باید خدایان خودمون رو مبدل به هیزم بکنیم. مفهوم این عهد این است. اگر قبول بکنیم راه برگشت نخواهیم داشت، چون محمد واقعا فرستاده پروردگاره و یهودیان شهر ما قبلا اینو به ما بشارت داده بودند. بنابراین هر کس در این مورد شک داره همین حالا این جمع رو ترک کنه. ولی اگر شکی ندارین کاری رو بکنین که من میکنم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اون از ماست و ما از او. بگذارید پیروانش را به اینجا بیاره. برادران ما رو نزد ما به مدینه بیاره. و این سفری بود که دنیا را دگرگون ساخت، هجرتی از تاریکی ها به سوی نور. 70 نفر از اصحاب بزرگوار در گروه های کوچک 450 کیلومتر را طی نمودند. قلبهایشان بر یگانگی الله خالص بود و ورد زبانشان لا اله الا الله. در بین مهاجرین بزرگانی همچون عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیدة ابن جراح و عمر ابن خطاب و همه کسانی که در ایمان سبقت گرفته بودند از بزرگان قریش حضور داشتند. رسول الله در معرض بزرگترین خطرات در مکه ماند تا مهاجرین شهر را ترک کنند و به سلامت به مقصد برسند. این هجرت سرنوشت ساز بعدها توسط خلیفه مسلمانان عمر فاروق رضی الله عنه مبدأ تاریخ مسلمانان گردید. محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارشه، با مردم عهد و پیمان میبنده و تو عبدالله ابن ابی که خودتو حاکم مدینه میدونی دیشب وقتی که در خواب بودی مقامتو از دست داد. بهتر نگران حال خودت باشی ابو سفیان.
هر وقت که بخواهی مختصری عطر با شام معامله بکنی مجبوری بازم از کنار این مرد رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان. و تو میخوای چی کار کنی؟ خیال دارم صبر کنم. و چقدر میخوای صبر کنی؟ تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنید تا به این زندگیتون ادامه بدید. تا اون موقع چی کار میکنی؟ دعوتشو قبول خواهم کرد. معلومه. فکر میکنی من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تغییر مذهبو داره. ریاکار. بهتره بگیم ریاکاری سالم. عبدالله ابن ابی میخواد روزی 5 بار صورتشو به زمین بزنه. من که باور نمی کنم. شایدم مجبور نباشه. حالا باید کاری رو که قبلی باید میکردیم بکنیم. کشتار محمد. بیا و ببین. کار نیکو کردن از پر کردن است. از هر قبیله یک جوان را انتخاب کردم. پسر من اکرم هم با اونهاست. همه با هم اونو میکشن. اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن خون بهاش به گردن کی میفته؟ این فکر منه. فکر نمی کنم بخوام شرکت داشته باشم. محمد خیلی چیزها داره. فکرش، سخنانش. ولی این بهترین راه حله. و آخرین راه حل. دشخیمان خونخوار از هر طرف به سوی خانه پیامبر سرازیر می شدند. اما خداوند از تصمیم پلید قریشیان پیامبرش را با خبر می سازد. پیامبر با صمیمی ترین دوستش ابوبکر صدیق شبانه از مکه خارج می شود. علی آن نوجوان دلیر بر رخت خواب پیامبر می آرامد تا نهال توحید بارور شود. علی عموزاده‌اش اونجا بود تا به خاطرش بمیره. ما با کی در حال جنگی؟ نمیتونه زیاد دور بشه. تمام راه ها مراقبت میشه. مجبوره از بیابان بره. مکه به کسی که محمد یا سر محمد رو برگردونه 100 شتر پاداش میده. برای کسب جایزه برید به دنبال محمد، ابوبکر و یک راهنمای بدوی که همراهشونه. چی شده؟ اینها شتر علفخوار نیستن. همه خورما خوردن. مال شهر بودن. اینجا چی کار میکنی؟ مدینه در طرف شماله. رد اونها گذاشتن. نه من. چادرنشین ها میرن طرف غرب. من به کار خودم واردم. مردم میگن تو میتونی با بو کردن هوا رده یه پرنده رو پیدا کنی. ما با اینا میریم. ممکنه تو اون غار که اونجاست باشه. محمد اگه بیای بیرون
ما تو را سالم برمیگردونیم مکه. محمد بیا بیرون. نمیتونن اینجا باشن چون این تار عنکبوت پاره نشده و این کبوتر هم اونجا تخم گذاشته و روی تخم خوابیده. اشتباه کردیم، باید میرفتیم طرف شما. وقت ضایع نکنید، هنوز فرصت داریم به اونا برسیم. شگفتا از قدرت خداوند. محمد فقط به اندازه چند تار عنکبوت با کشته شدن فاصله داشت. ابوبکر اندوهگین است که پیامبر با یقین به صدیق ارجمندش می‌فرماید اندوهگین مباش، خداوند با ماست. راهنمای بدوی پیامبر و همراهش ابوبکر را در گرمای تابستان از میان بیابان و راه‌های عبور نشده پیش میبرد. در مدینه مسلمین با دلهره و نگرانی در انتظار رسیدنشان هستند تا از آنها استقبال کنند. چیزی دیده میشه؟ نه، هیچی. خود پیغمبر فرمودن که منم یک انسانم. هیچ انسانی نمیتونه اون گرما رو تحمل بکنه. نگاه کنید، سالم رسیدم، نجات پیدا کردم. برو یک جا مخفی شو. ممکنه مجبور بشم برای تظاهرم که شده آزادت کنم. رسول الله، به شهر مدینه، شهر مبارک خوش آمدید. شهر خودت این بر خدا. در خانه من منزل کنید یا رسول الله. من بهترین خانه مدینه رو دارم. میخوام افتخار میزبانی شما رو داشته باشم. خواهش میکنم.
پیغمبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنن؟ هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد پیامبر خانه‌اش را همانجا خواهد ساخت. همه قبول دارید؟ شطور رسول الله قصبه را رها می‌کنیم و هر جا قصبه نشست رسول الله آنجا می‌ماند چون شطور مأمور است. خیلی باهوشه. چون شطور انتخاب میکند دیگر هیچ کس نخواهد رنجید. خانه پیغمبر رو در اینجا خواهیم ساخت. اولین مکان ملاقاتمونه، مکان عبادت. اولین مسجد اسلام اینجاست. چی کار دارن میکنن؟ حاجر میبرن ها؟ بدینشون. یا رسول الله خیلی کار میکنید، خواهش میکنم برید بنشینید، ما که هستیم. ببینید بازم دارن میارن. میفرمایند کار عبادته. ولی 53 سالشونه. شما چند سال دارید؟
ولی یک چیز کم داره. چطور یه زنگ بذاریم برای خبر کردن مردم؟ مسیحی ها از زنگ استفاده میکنن. بوق چطوره؟ مثل کلیمی هم طبل. ولی طبل خیلی خون داره، اون معنویتو نداره. چرا صدای انسان نباشه؟ همونطور که عمر ابن خطاب پیشنهاد دادن. رسول الله دستور بدن برو اذان رو بدن. من؟ تو صدای خوبی داری، استفاده کن. برو اون برم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله برادران، امروز هر مرد از مدینه مردی از مکه رو در آغوش میگیره، هرچه داره با او تقسیم میکنه. به سوی هم بیایید و یکدیگر رو در آغوش بگیرید. برادرانه، من از این برنامه بوسیدن برده ها خسته شدم. اینو بخون. پیامبران باید به فکر دنیای عقبا باشند. حال پسرم چطوره؟ مثل اسب عبادت میکنه. دستاتو میسوزونه؟ اگه پاره نشه تمام خونه رو به آتش میکشه. مثل پادشاه قانون وضع میکنه. اعلام کرده که وفاداری به اسلام بالاتر از وفاداری به قبیله و خانواده است. چی؟ تمام مسلمانان خویشاوند نزدیک هم هستن. به سرعت تحت تاثیر قرار نگیر. قبل از این باید طبیعت قبایل رو عوض بکنه. خطر اصلی اینجاست، مساوات. همسایه انسان به خوبی خود او. دیوانه جدی هم میگه. یهود و نصارا حقوقی برابر حقوق مسلمان ها دارن. از یهودیانی که خود را واسطه جامعه مشترک ما بدانند حمایت می شود. و زنها نیز حق ارث دارن. حق لابد بعدش به شطور داده نمیتونی زیاد بارشون کنی. داره شهر رو عوض میکنه. شهر منو. نفرین بر او. پسران ما رو از ما گرفته، آینده ما رو از ما گرفته. درستی های اون اشتباهات ماست. دیگه کافیه. این بار پاشو خیلی فراتر گذاشته. هر چیز با ارزشی که در مکه جا گذاشتن و مصادره میکنیم. فرشهاشون، خونه هاشون، اموالشون و با اونا کاروان دمشق رو بزرگ میکنیم.
دوستان من گوش کنید. خبری از مکه دارم. هر چی که در مکه داشتید به یغما برده شد. همه اموال ابوبکر و پیغمبر حراج شده و ظرف‌ها و لباس‌هایی که داشتین فروخته شده. مغازه‌ها و زمیناتون مصادره شده. حالا شما مردمان بیچیزی هستین. نمیخواین برای آنچه داشتین بجنگین؟ کی از جنگ حرف میزنه؟ مگر راه دیگه هم هست حمزه؟ هر وقت رسول الله بگه بجنگید ما میجنگیم. حالا میگه صلح. دقیقاً شما مردان صلحجویی هستین و بسیار بردبار و شکیبا. برگردید سر کارتون. باید از خودمون دفاع بکنیم. شما رسول خدا هستید. اونها به ما میخندن، مسخرمون میکنن و ما هیچ کاری نمیکنیم. ما در جنگیدن ناوارد هستیم، ولی اونها حریص هستند. ما در پناه خدا و رهبری شماییم. خب من میدونم که شما چقدر از شمشیر نفرت دارید، ولی مجبوریم با اونها بجنگیم. هرچی که داشتیم اونها دزدیدن و دارن میبرن به دمشق، اونم درست جلوی چشم ما. شما رو به خدا بریم پس بگیریم. منو عفو کنید که صدام رو بلند کردم. مثل پتک توی سرم میخوره. تمنا میکنم فرمان جنگ بدید. بی موقع است. به خورشید نگاه کن. نه هنوز وقت نماز نشده. به تازگی پروردگار عالم به رسولش وحی کرده بجنگید، ولی جنگیدن در راه خدا علیه کسانی که با شما می جنگند. آنان را از مکانی که شما را بیرون کردن برانید. آنقدر بجنگید تا دیگر آزاری نباشد و دین برای خداوند است و یقینا خداوند بر ریاریتان تواناست. ولی اگر دست کشیدن شما هم از جنگ دست بکشید، چون خداوند شروع کنندگان جنگ را دوست ندارد. پس بجنگید در راه خدا علیه کسانی که با شما می جنگند. الله اکبر! الله اکبر!
از شمشیر علی، اولین شمشیر در اسلام. اینها مقرراتی است که نبی اکرم خواستند رعایت کنید. از آزار رساندن به زنان، بچه ها و یا سالخوردگان خودداری کنید. به ناتوانها صدمه نرسانید. به کسانی که در مزارع کار می کنند صدمه نرسانید. نباید درختها را قطع کنید. فقط به کسانی حمله کنید که شما را بیرون راندند، کسانی که حق شما را ضایع کرده و با اموال شما خود را غنی ساختند. حالا به طرف چاهای بعد. خبر از مدینه، مسلح بشید، همه مسلح بشید، خودتون رو مسلح کنید، از اموالتون دفاع کنید. محمد از مدینه خارج شده تا به کاروانهای بزرگ حمله کنه. چند نفر هستن؟ 300 نفر، 2 تا اسب. ما 100 تا اسب زین میکنیم. چند تا شتر؟ 70 تا. در این صورت ما 170 تا میبریم. 20 تا شترهای منم شراب بار میکنیم چون باید جشن بگیریم. خیلی دلم میخواد در این جنگ بجنگم، جنگی که شکست توش نیست. برو به اردوگاه ابو سفیان، بهش بگو بره به طرف بدر. فردا سر چاهای بدر ما به هم ملحق میشیم. چاهای بدر اینجا، مسیر افراد محمد اینجا، کاروان من اینجا. 1 روز راه، ملاقات در سر چاها. هیچ خوشم نمیاد. اینقدر بار مکه تو قافله من هست که به خطرش نمیارزه. آتش ها رو خاموش کنید، شترها رو بار کنید. میریم به طرف غرب، خلاف جهت چاها.
خلاف جهت، ولی نمیتونی. باید اونا رو در بدر ملاقات کنیم، مثل گنجشک همه رو از دم تیغ میگذرونیم. اگه تمام شب و راه بریم تا فردا صبح از مسیر محمد دور میشیم. شرفت کجا رفته ابو سفیان؟ شرف من بر پشت شترهامه. بله، فرار میکنم. محمد شاه ها اشغال کرده. درست اومده سر راه پیش روی ما رو گرفته. ابو سفیان خیمش رو جمع کرده، میره به طرف غرب خلاف جهت بدر. قافله کاملا امنه، بنابراین احتیاجی به جنگیدن نیست. جنگ نکنی. اگه به جنگیم بین برادرها خون را خواهد افتاد. بین پدر و پسر منظورته؟ حذیفه پسر خودت همراه اونهاست، باید همون اول شلاق میخورد. مکه مهمتر از خانواده توه. ولید پسر دومت، اون فرزند خلف توه. من میگم بجنگیم. حالا باید سربلند باشیم. بذارین آینده هر چی میخواد بشه بشه. عتبه اهل ترس نیست. فردا کارشون رو یک سره میکنیم، میجنگیم. تموم شد. هر کسی در جای خودش.
سر جهاتون. برید کنار، برید عقب، عقب. که محمد چه ها رو پر کرده. از حالا اگه آب بخوایم باید بجنگیم. قاتل گیریم. خوبه، می جنگیم. برادران، چاها در اختیار ما. به نام خدا و رسول خدا میستیم. صبر میکنیم. پهلواناتون رو روانه کنید. شما کی هستین؟ ما انتظار کسانی رو داریم که در شأن ما باشند. برگردید. برادر من شیبه، پسرم ولید و خود من. تو نه. عبیده، من و علی. ما در شأن شما هستیم. لا اله الا الله محمد رسول الله.
نیزه دارا حمله! تیراندازا! نشانه! بزنید! دارن جمع میشن بپیش عقب نیزه دارا
شاه شما رو دیده. نباید دو سرا رو ببند یا بکشید. ولی اونا ما رو به تناب میبستن. بازشون کنید. گفتم بازشون کنید و بهشون آب بدید. غذاتون رو با اونها تقسیم کنید با لقمه های برابر. اگر راه رفتن باشون راه برید. هر اسیری که بتونه به 10 مسلمان خواندن یاد بده آزاد میشه. برای چی از اینجا دور نمیشن؟ چون منو مقصر میدونن هند و هر دلیلی که هست خوب یا بد باید با اونها ملحق میشدم و در چاهای بدر با اونها غرق میشدم، ولی من قافله و آینده خودمون رو حفظ کردم. چرا برای من میخونن؟ چرا اسم پدر و اسم برادر منو میخونن؟ فکر میکنی که لازمه یادم بندازی؟ محمد، علی، حمزه! با ناخونای خودم حمزه پارت میکنم. با ناخونای خودم. قاتل، خونخوار، قصاب! تو پدر منو کشتی. تو پدر منو کشتی حمزه. خودم شکارت میکنم ای شکارچی شیر. حمزه، من از تو یه شیر فراری میسازم، شکار من. و وقتی مردی حمزه جگرت رو از سینت در میارم، خونتو میچشم. اینجا طاعون آمده؟ این دیگه چه جور شهر عوضیه که ما اومدیم؟ راحت میشه جیبها رو پر از پول و طلا کرد. دکاندارها به فکر مغازه هاشون نیستن. خدا مواظب دکان ها هست. شما از کجا میایید؟ یمن. در مکه هم توقف کردی؟ درست در سر راهه. به سوالم جواب ندادی. در مکه توقف کردید؟ اونقدر که خستگی شترهام در بره. شترها در مکه بهتر از هر جای دیگه دنیا استراحت میکنن. بله. خب در بیابان چه خبر بود؟ برای شما خبر ناگوار. دارن جمع میشن. هر جوانی که یک شمشیر داره راه مکه رو پیش گرفته. قدرت ما اینجاست. اونا رو دست کم نگیرید. دارن شهامتشون رو جمع میکنن.
در مکه نوای موسیقی از هر خانه ای شنیده میشه. یک برده حبشی وحشیه، زوبینشان وحشیه. نگاش کن. آزادت میکنم، هم وزنت بهت نقره میدم و به قدت ابریشم. کافیه که همچین پرتابی بکنی. خب پس بالاخره آمدم. به زودی خواهیم فهمید چند نفرم. لشکر عظیمی است. 1000 نفر جنگجو و صدها اسب. در بعد شکستشون دادیم. اون 1 سال پیش بود. برای انتقام جنگ بدر آمدن. برید خانه شمشیراتونو بردارید. بدانید که خون باید خون داشته باشد. انتقام کشته شدگان بدر رو بگیرید. حمزه اونه، میتونی ببینیش؟ اون سند آزادی توه. عباده سواران اون جبهه اونجا درست یا نگرفتم؟ تحت فرمان خالد هستم. خالد؟ اغلب به این مرد جوان فکر میکنم. حمزه. بله. رسول الله پرسیدن به اون سوارکارا توجه کردیم؟ بله کردم. زیادم خوشم نمیاد. 50 نفر تیرانداز میفرستم تا مراقب اونا باشن. چه شکست چه پیروزی فرمودن نباید تنگه رو رها کنید. سعید به رسول الله بگو ما آماده ایم. عاقبت رو چه میبینی حمزه؟ گرچه تعدادشون بیشتر از ماست ولی سربازان ما ایمان دارن. ما اونها
رو میبینیم و اونها هم ما رو. من هرگز از چیزی که میبینم نمیترسم. یا هوال مدد! رسول الله فرمان داد اونها حمله میکنیم. حمزه! سلاح آماده! به پیش میریم! حرکت! حمله! کشتن بهشون امان برگردید برگردید نباید فرار کنی به جنگ برگرد برگرد به جنگ به جنگ این لحظه پیروزیه دارن فرار میکنن بریم غنیمت بگیریم همون جایی که گفتن بمونیم برگردیم سر بوتاتون با همه تونم برگردیم ری شکن میشیم قلب سپاه شکست خورده ما شکست خوردیم خالد هنوز نه
پیغمبر کجا هستن؟ پیغمبر کشته شده، من دیدم که افتاد. نه رسول الله زنده است، ما می‌جنگه. پیغمبر زخمی شدن. برگردید به کوه. فکر میکردم شکست خوردیم. افتخار این پیروزی مال توست. مادامی که محمد رو نکشتیم پیروز نشدیم. الان بالای اون سقف هست. ما کارمون رو تموم کردیم. انتقام جنگ بدر رو گرفت. ولی میتونیم از شر اون و اسلام برای همیشه خلاص. عده‌ای از پیروان متعصبش هنوز با اون هستن. از امتیاز بالای کوه بودن برخورداره. خطرش خیلی زیاده. محمد گوش کن. یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بعد، کشته های ما در مقابل کشته های شما. کشته های ما در بهشت هستند و کشته های شما در آتش جهنم. حمزه صدای منو میشنوی حمزه؟ میبینی که زیر پای من افتادی؟ من هند چیزی به خاطر میاری حمزه؟ یادت چطور پدر و برادر منو کشتی؟ حالا خودتم مردی. قلبم سبک شده. میشنوی حمزه؟ سبک شده. حمزه نه به عنوان عموی پیامبر بلکه به عنوان یار صحابیان بزرگوار شهید راه توحید گردید تا به عنوان سید و سالار شهیدان در فهرست اصحاب جانفشان قرار گیرد که جانانه از جان خویش گذشتند تا روشنایی توحید دنیای تاریک شرک را روشنی بخشد و توحید فراگیر گردد. هرچند شرک زدگان نور توحید را بر نتابند و یاران نبی را که به حق دعوتگران توحید بودند آماج تیرهای سهمگین دشمنی و صعب و لعن قرار دهند. در جنگ شکست خوردن. خب حالا چی کار میکنند؟ برمیگردن به شهر و با شدت رو زمین کار میکنن. دیوانه هستند. حرف شما رو قبول دارم. اهل منطق نیستم. حتی خوشحالم که شکست خوردم. میگن خواست خدا بوده شکست بخورن تا امتحانی باشه برای ایمان. بله، برای آسمان می جنگند. به هر چی که میخوان میرسن. مکه رو میخوان و مکه رو میگیرن. هر وقت ما صلات ظهر ستاره رو بدیم. دست کم نگیرشون. این تجربه رو گران به دست آوردند. دوست عزیز، مکه فقط وطن اونا نیست. جاییه که خدا با بشر صحبت کرده. مکه برای اونا مثل دلتنگی روحیه.
امسال برای زیارت به مکه خواهند رفت. چی؟ بدون اسلحه. بدون اسلحه. ابو سفیان توی بیابان اونا رو قتل عام میکنه. اگر تو هم مثل اونا به خدا ایمان داشته باشی میفهمی که امکان کشته نشدنم وجود داره. ولی منم باهات موافقم. احتمالاً قتل عام میشن. هوشیار باشید، اجازه ندید شما را تحریک کنن، چون همون چیزیه که اونا میخوان. محکم باشید. صلح بر شما. پیغمبر میفرمایند
تمام کسانی که خدا را دوست دارند باید با او تجدید عهد نمایند در زیر درخت. یه نفر دیگه رو فرستادم. سهیله، مفهومش اینه که ممکنه به توافق برسی. محمد، آیا با شرایطی که برای برقراری صلح بین تو و مکه تعیین شده موافقت کردی؟ این دیگه چیه؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. این خدای جدید کیه که بهش میگن بخشنده؟ من اونو نمیشناسم. این قلم بگیر. این رم نمیتونم قبول بکنم. محمد پیامبر خدا؟ اگر فکر میکردم تو پیامبر خدا هستی با تو وارد جنگ نمیشدم. بنویس محمد پسر عبدالله موافقت میکند با سهیل پسر عمرو. اینطوری خب یعنی اینطوری بهتر میفهمم. خوبه اینطوری بهتره. حالا توافق هست به این معنا که شما به زیارتتون ادامه نمیدید، باید برگردید و برید به خانه ها. مکه خانه ماست. در هر صورت میتونید سال آینده برای زیارت بیایید، اونم برای 3 روز. در اون 3 روز مکه مال شما. ضمن موافقت میشه این پیمان برای 10 سال باشه. در خلال این مدت شما به هیچ قبیله حمله نمی کنید، به قافله ها شبیخون نمی زنید یا هر شخصی که به ما وابستگی داره و بالعکس اگر کسی از ما رو زخمی بکنید صلح تمام میشه و بالعکس. متوجه شدی؟ ده سال تو هم با صلح. ما به این فرصت احتیاج داریم و ازش استفاده خواهیم کرد. این پیام ها از جانب محمد رسول خداست به فرماندهان دنیا برای دعوت آنها به اسلام، به هرکلیوس امپراتور روم، خسرو شاه ایران، موکاکوس فرمانروای بزرگ مصر. خداوند مؤیدتان بدارد.
در اسلام هیچ گونه تضادی بین نژادها نیست. یک عرب نسبت به یک خارجی برتر نیست و سفیدها نسبت به سیاه‌ها حجت نیستند. همه در پیشگاه خداوند برابرند. شما ایمان نخواهید داشت مگر اینکه هر اون چه برای خود می‌خواهید برای همسایه خود هم بخواهید. مردی که با شکم سیر به رخت خواب می‌رود در حالی که همسایه‌اش گرسنه است، آن مرد مسلمان نیست. مرکب اهل علم از خون شهید مقدستر است. بشری که خواندن بداند در نظر خداوند زیباست. پس خواندن یاد بگیرید و پس از یاد گرفتن یاد بدهید. به کسانی که اهل کتاب هستند، به یهودیان با توراتشان، مسیحیان با انجیلشان شما باید احترام بگذارید، چون کتاب آنها هم از سوی خداوند آمده است. نباید فکر کنید محمد بیش از یک انسان است. یک روز مشغول جمع آوری هیزم بودم. عرض کردم بگذارید من این کار را بکنم. فرمودند چرا؟ عرض کردم شما پیامبر خدا هستید، نباید مانند آدم‌های عادی برید دنبال هیزم جمع کردن. در حالی که به من نگاه می‌کردند فرمودند خداوند کسانی را که خود را برتر از سایرین می‌دانند دوست ندارد. من برگشتم و به تماشای ایشان پرداختم. ناگهان ایشان ایستادند، قد مبارکشان را راست کردند و به طرف من آمدند. فرمودند بله من پیامبر خدا هستم، ولی حتی من هم نمیدانم عاقبتم چه خواهد بود. باز هم آمدی که منو ببری؟ نه، اومدم ازت بخوام که تو منو ببری. اشهد ان لا اله الا الله و محمدا رسول الله. مرا به خاطر جنگ هایی که با شما کردم ببخشید. اسلام همه گناهان گذشته را می بخشد. ببخشید که با این چیزها آمدم. اینها جواهرات، هرچه ارزش دارن تقدیم مستمندم میکنم. اجازه میفرمایید؟ بله، ولی تو برنده ترین شمشیر علیه اسلام بودی. و حالا به اذن پروردگار و بدین سان خالد که تا چند پیش شمشیر برنده کفر بود، با توحیدش رزماوری موحد می شود و رسول گرامی اسلام او را شمشیر بران الهی می نامد و این لقب تا قیامت بر او می ماند. آری، خالد با نشان افتخار سیف الله در تاریخ اسلام جاودان کرد. برای خداوند خیلی آسان است. همانطوری که میمیراند و زنده میکند، شکست و پیروزی را هم تعیین میکند. 2 سال پیش که اون پیمان رو امضا کردیم فکر میکردیم شکست خوردیم، ولی حالا نگاه کنید، پیروزی پشت پیروزی است که بر قلب انسانها نصیب اون میشه. صداش چی بود؟
داره میره. ابو سفیان چرا اینطور به من اهانت میشه؟ من ابو سفیانم. توقع احترام دارم. ما در جنگ نیستیم، پیمان صلح بستیم. آمدم تا با محمد صحبت کنم. کجاست؟ رسول الله در مسجدم. ما پیمان صلح و نقض نکردیم. برای تحکیم بیشتر پیمان آمدم. از جانب مردم مکه حرف میزنم. محمد، چرا از من روی میگردانی؟ کمی تأمل کن. محمد نرو. راهزنها پیمان شکستن، نه ما. در تاریکی شب بود. من اومدم تا شهادت بدم که شب تاریک بود. بارا اینجا شهر توه. حذیفه، تو فامیل من هستی. تو شفاعت کن. باید به حرفم توجه کنن. من مکه هستم. من بزرگ مکه هستم. چرا اینطوری به من اهانت میشه؟ چون به قولت عمل نمی کنی و به عهد خودت وفا نمی کنی. چیزی رو شنیدم که هرگز فکر نمی کردم بشنوم. ابو سفیان تقاضای ترحم میکنه. از تدبیر به دوره. از تفکر خارجه. از مردی که زمانی چوپان بوده شکست خوردم. دیدی که چطور دین این چوپان از لکه شروع به رشد کرد. این لکه در چشم من بود. نمیتونستم چیزی ببینم. به مردم مکه بگو خدایان مردند. مقاومت در برابر خدای یکتا بیهوده است. سریع حرکت کن ابو سفیان. تمام مردان اینجا سایه‌وار به دنبالت خواهند بود. چون این تو هستی که نقض پیمان کردی. شب 10,000 نفر خواهیم بود. مردان تمام قبایل می. حالا میتونیم با اونا بجنگیم. تو هم که برگشتیم. راه ها رو خواهیم و از داخل خانه ها دفاع میکنیم. ثمری نداره. اونا هزاران نفرن. ساعت به ساعت بهشون افسوده میشه. ای بزدل! انت برو خونه. تو ترسویی. آیا تو بزرگ مکه هستی؟ به خودت نگاه کن. خورد شدی. اونا تو رو جویدن و تو فالت رو تاف کردن. آیا پدر و برادرم کشته شدن تا شوهرم تسلیم بشه؟ تو برو خونه. تو نمیتونی مقاومت کنیم. مکه تسلیم شده. نه. ما امشبا در اینجا خیمه میزنیم. میتونم مکه رو ببینم، حتی از پشت کوه.
انقدر آتشه که نمیشه شمردشون. واقعا که زیباست. وقتی از مکه بیرونشون کردیم نمیدونستم که مکه رو هم با خودشون میبرن. آدم بوی نانی که میپزن و میشنوه. بله، معنیش اینه که قصد تاراج ندارن، یا حداقل امیدوارم معنیش این باشه. نمیخوان روی در و دیوار خونشون خونی بریزه. میتونم باهاشون معامله بکنم. منو ببر پیشش. شهر رو در اختیار ما میذاری؟ به من نان تعارف نمی کنی؟ میفهمم. ممکنه تصمیم به کشتن من بگیری. مقصود تو از آمدن به اینجا بیان کن. من آتش هاتون رو دیدم و مردان دور آتش رو و میدونم که چه قدرتی در این مردانت ایجاد کردی. ما تا به پایداری نداریم محمد. حالا اگر قبول بکنی. به خودت اجازه دادی که بیای شرایط تعیین بکنی؟ آیا موقع اون نرسیده که بفهمی محمد پیامبر خداست؟ محمد، هنوز هم قلباً مشکوک هستم. اگه سرتو از بدن جدا می کردیم تمام شک‌ها برطرف شد. خالد، در دین اجباری وجود نداره. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای یکی چند دقیقه. این خداوند است که زمان را تعیین می کند. ای برده سیاه، تو از هر معلمی بهتری. من همان چیزی هستم که خدا مقرر کرده. بله. اگر واسطه هایی که من با آنها توسل کردم اندکی مفید بودند، به من کمک کرده بودند. حالا با اراده و میل خود میگویم اشهد ان لا اله الا الله و محمدن رسول الله. حالا بگذارید بروم. دارم میاد، بریم به خانه هاتون. دارن از چه طرف میاد؟ نگاه کنید، اونا درست پشت سر ما هستن. زود باشی برید خونه هاتون، برید خونه هاتون، برید تو مخفی بشید، درها را ببندید. زود باشید، زود باشید.
برید تو برید تو برید تو. هیچ دری نباید شکسته شود. کسی حق ندارد به اموال مردم دست درازی کند. به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امانند. لااقل محمد به وعدش وفا کرد. در رو به زور باز نکردن. از قلب ها وارد میشه، نه از دیوارها. و این پیروزی جاودان است. میترسم برم بیرون. باید بریم. باید ظاهر بشیم هند. ما خیلی اشتباه کردیم. در روش زندگی بله اشتباه بود. ما اسیر اشتباهات خودمون بودیم. خدایان ما از خود ما کمتر بودن. حالا اونجاست. داره وارد کعبه میشه.
بسم الله الرحمن خداوند این کعبه را بر ابراهیم عرضه کرد و از وجود واسطه ها و مظاهر شرک پاک گرداند تا جایگاهی باشد برای موحدان و یکتا پرستان بر آن نماز بخوانند و رکوع و سجود کنند. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، یقینا باطل نابود شدنی است. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
و چنین بود. پیامبر انتقام نگرفت و اجازه انتقام نداد. مکه را مکانی مقدس خواند. کسی نباید در اینجا خون بریزد یا درختی بیندازد یا موجودی را در مکه بیجان کند. به زودی تمام عربستان روی به اسلام آوردند، نه فقط به پرستیدن خداوند یکتا، بلکه به قوانین جدید، آداب و تفکر اسلامی. پیامبر زنده مانده بود تا نتیجه کار را ببیند، اما حالا سنگینی مرگ را احساس می‌کرد. کاری بزرگ از رسالتش باقی مانده بود. مردم را گرد خود خواند و برای آخرین بار سخن گفت. پیام تسلیم شدنش به خداوند و انسانیت به بشر. ای انسان‌ها، خوب گوش کنید. شاید زمان زیادی در کنار شما نباشم. ضعفایی بین شما هستند. از آنچه می‌خورید به آنها هم بدهید. از لباس خود آنها را هم بپوشانید. به پیشگاه الهی خواهید رفت و میبایست جوابگوی اعمال خود باشید. آن عده که حضور دارند به آنها که غایب هستند بگویند شما همه فرزندان آدم هستید و بهترین شما آن کسی است که خدا شناستر است. به آنچه میگویم گوش فرا دهید. دشمنی های خود را کنار گذارید. بدانید که هر مسلمانی با سایر مسلمانان برادر است و تمامی مسلمانان با هم برابر. ارزش مسلمانان به نژاد و قبیله آنها نیست. هرگز از برادر خود چیزی نگیرید مگر آنکه به رضایت بدهد. ظلم نکنید و ظلم را بر خود نپذیرید. ای امت من هم بشر هستم و فرشته مرگ دیر یا زود به سراغم می آید و مرگ را به من ارزانی می دارد. کتابی برای شما به جای می گذارم. کتاب آسمانی قرآن که نور است و هدایت. بهترین شما آن است که این کتاب را بیاموزد و به دیگران هم آموزش دهد. در آخرین حج پیامبر زمزمه های وداعش احساس می شود. ابوبکر رفیق غارش به گریه می افتد و صحابه وداع رسول الله را احساس می کنند. رسول الله پس از حمد و ثنا و بیان صفات و کمال باری تعالی بیان فرمودند: آخرین آیات قرآن را برایتان می‌خوانم و بدانید که این سخنان من نیست بلکه این سخنان خداوند واحد و یکتاست. الله سبحان می‌فرماید: امروز من احکام دین را بر شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برایتان پسندیدم. در 8 ژوئن سال 632 در سن 63 سالگی محمد رسول الله خاتم پیامبران و اشرف مخلوقات وفات می‌یابد. بسیاری از پیروانش نتوانستند این واقعیت را قبول کنند که آیا پیامبر واقعا وفات یافت؟ ابوبکر صدیق به مسجد رفت و گفت: اگر کسی محمد را میپرستید باید بداند که او وفات یافته است و اگر الله را میپرستید باید بداند که پروردگار زنده است و هرگز نمیمیرد. پیامبر را در مدینه در خانه همسرش عایشه صدیقه به خاک سپردند، ولی دینی که آورده بود جای خودش را در قلب آدمیان باز نمود، دوام یافت و عالمگیر شد. مسلمانان و مردم همچنان به مکه می آیند و در جامه سفید احرام و همه یکسان در پیشگاه الهی در این مکان عبادت می کنند. افراد مختلف گرد هم می آیند تا با هم فقط یک خدای واحد را عبادت کنند و تنها از او یاری و مدد بجویند.
حي على الفلاح